سلام، روزتون بخیر. بابایی هستم. آموزش وصل کردن 2 تا موتیف به هم برای درست کردن کوسن. موتیف اولمون کامل شد. گفتیم که برای وصل کردن به هم موتیف دوممون رو باید رج آخر یعنی رج 11 رو نبافیم. اینجا 8 تا زنجیره داشتیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، 8 تا زنجیره رو به دونه پاپکورنمون وصل میکنیم با یه بست. رج 11 هست. 1، 2، 3 تا زنجیره دونه پاپکورنی رو داخل این قسمت باید اجرا کنیم. 1، 2، 3، 4 تا پایه بلند با 3 تا زنجیره اولمون که این هم یه پایه به حساب میاد، میشه 5 تا پایه بلند. قلاب رو میارم بیرون، از اولین زنجیره از قسمت بالا وارد کردم، نخ رو میگیرم و دونه پاپکورنیمون رو میکشم. خب الان موقعیه که باید 2 تا موتیف رو به هم وصل کنیم. این قسمت از این گوشه 2 تا زنجیره میزنم. 1، 2. برای اینکه پاپکورن بعدی رو بزنم همیشه 4 تا زنجیره داشتیم، پاپکورن بعدی رو میزدیم، ولی الان 2 تا زنجیره رو که زدم موتیف اول رو برمیداریم دقیقاً از این قسمت که پاپکورنمون شروع شده، قلاب رو میبرم داخل، و نخ رو از پشت میگیرم و به هم وصل میکنم. دوباره 1، 2. 2 تا زنجیره میزنم و دونه پاپکورن بعدی رو میبافیم. 1، 5 تا پایه بلند لازم داریم. 2، 3، 4، 5 تا پایه بلند. دونه پاپکورنمون رو توی ویدیوی قبلی بهتون آموزش دادم، میکشم. خب حالا فاصله بین دونه ها، باز این فاصله هم همینطور باید به جای 4 تا زنجیره 2 تا رو میزنم. 1، 2 تا زنجیره میرم. بذارید من روی میز پهن کنم که راحت تر ببینید. این قسمت فاصله بین 2 تا گلای پاپکورنیمون، ببینید قلاب رو میبرم داخل این قسمت، نخ رو میگیرم و دونه رو خارج میکنم. 2 تا زنجیره، 1، 2 تا زنجیره. الان اینجا میبینید داره به هم وصل میشه. میریم داخل قسمت پاپکورنیمون، این قسمت رو رها میکنم. 1، 2،
3 4 و 5 تا پایه بلند قلاب رو خارج میکنم. از اولین پایه میبرم داخل، نخ رو میگیرم و همه رو با هم یکی میکنم. دونه پاپکورن. 1 2 تا زنجیره. دوباره میریم توی قسمت این وسط داخل قسمت های پاپکورنیمون قلاب رو میبرم، نخ رو از پشت قلاب میگیرم، به هم متصل میکنم. 2 تا زنجیره. 1 2. باید حتما 2 تا دونه های پاپکورنیمون رو بزنیم. 1 2 3 4 و 5. اینم یه دونه پاپکورن دیگه. کاملا میکشیم. 2 تا زنجیره. 1 2. میرم داخل این قسمت. بین 2 تا پاپکورن ها باید حالت زبدر همینطور وصل کنیم. قلابم رو میبرم داخل، نخ رو میگیرم، میکشم. 1 2. 2 تا زنجیره. حالا میریم توی قسمت بعدی. این قسمت دونه های پاپکورنی. 1 2 یه مقدار کار سخت پیش میره چون میخوایم بچرخیم، باید موتیف رو روی هم بچرخونیم. الان بهتون نشون میدم. 1 2 تا زنجیره. باید بریم داخل قسمت بعدی. این قسمت بالا پایین ما داریم رجمون رو میبافیم. رج 11 هم داره کامل میشه مثل موتیف قبلی، ولی تو قسمت بالا این قسمت پایین دارم رج رو کامل میکنم. این قسمت دارم داخل هر خونه بست میزنم، یعنی داخل دونه های پاپکورنی، بین دونه های پاپکورنی، همینجور بستا رو دارم میزنم. میبینین الان 2 تا، باید 2 تا دونه پاپکورن داخل این داشته باشم. یکی رو زدم. 2 تا زنجیره. میرم داخل قسمت بعدی، نخ رو میگیرم، میکشم. 1 2 2 تا زنجیره و پاپکورن بعدی. من به این حالت روی میز قرار دادم که شما راحت تر بتونین ببینین. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند. دونه پاپکورنی دوممون هم کامل شد. میکشیم. خب اینجا کاملا واضح دارید میبینید که داره به هم وصل میشه. توی این قسمت چون میخوایم بپیچیم راحت نیست، من روی میز نمیتونم به شما اینطوری نشون بدم. میچرخونم کار رو، میگیریم با هم، یعنی هر 2 تا موتیف رو روی هم قرار میدم. خب ادامه کار. 1 2 تا زنجیره. باید برم توی قسمت بعدی. داخل هر خونه ای که میبینین
باید یه بست بزنیم. اینجا میبینین یک در میون پشت سر هم یه بست میزنم. 1 2 تا زنجیره میرم داخل خونه بعدی، چون دارم رج 11 رو میبافم. اینجا 2 تا دونه پاپ کورنی باید داخل این خونه بزنم. 1 2 3 4 5 دونه پاپ کورنم رو میکشم. 1 و 2 تا زنجیره توی قسمت بعدی. ببین یه بست همینجور تکرار میکنیم. 1 2 تا دونه پاپ کورن بعدیمون. 1 2 3 4 5 دونه پاپ کورنم رو میکشم. این 3 تای این سمت کامل شد. 3 تای این سمت هم باید ببافیم. 1 2 تا زنجیره و به موتیف روبرو وصل میکنیم. 1 2 تا زنجیره باز برمیگردم این قسمت دونه های پاپ کورن. 1 2 3 4 5 تا پای بلند دونه پاپ کورنم رو میکشم. 1 2 تا زنجیره باز باید وصل کنیم. این خونه رو رد میکنم. خونه بعدی داخل همه این خونه ها یه بست میزنیم. همینطور داره به هم متصل میشه. 1 2 تا زنجیره 1 2 3 4 5 1 2 تا زنجیره ببینیم خونه بعدی یه بست 1 2 تا زنجیره داخل آخرین دونه های پاپ کورنیمون. 1 2 3 4 5 میکشیم. یه دونه پاپ کورنی دیگه هم باید بزنم. 1 2 تا زنجیره و توی آخرین قسمتش وصل میکنیم. یه بست این قسمت وسط. 1 2 تا زنجیره دونه پاپ کورن. 1 2 3 4 5 تا پایه بلند دونه پاپ کورنمون رو میکشیم.
خب برای این قسمت الان نگاه کنین، ما این قسمت رو کاملا بست زدیم. قسمت دونه های پاپ کورنمون به هم وصل شد. حالا برای قسمت وسط، اینجا 8 تا دونه زنجیره داشتیم. رج قبل 8 تا دونه زنجیره، این رج آخر هم 8 تا دونه زنجیره داشتیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا زنجیره. به قسمت آخر آناناسمون یه پایه کوتاه میزنیم. اینجا باید به وسط آناناسمون یه بست بزنیم. روی میز میذارم که کار رو راحت ببین. الان یه پایه کوتاه زدم داخل آخرین دونه آناناسیمون. قلاب رو دیگه نخ روش نمیندازم، میخوام یه بست بزنم. داخل این پایه کوتاه آخر دونه آناناسیمون قلاب رو میبرم داخل، نخ رو از زیر کار میگیرم و قلاب رو دونه رو از این قسمت یه بست میزنم، کاملا میکشم، به هم نزدیک میشه و دوباره 8 تا دونه زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8. ببینید الان این قسمت ما با یه بست به هم متصل کردیم. میریم برای دونه های پاپکورنی. همین کار رو ادامه میدم. ما رج 11مون رو همینطور ادامه دادیم. 2 تا موتیف رو به هم وصل کردم. این قسمت، این قسمت، این قسمت. 3 قسمت رو به هم متصل کردیم. این قسمت گوشه 4 کار رو باز گذاشتم که بتونم کوسن رو داخلش قرار بدم. من برای اینکه بافتمون دیده بشه از یک کوسن با یک رنگ دیگه استفاده کردم. شما میتونید از رنگ سفید هم رنگ نخ خودتون هم کوسن رو تهیه کنید. از این گوشه ما کوسن رو داخل کار میبریم تا کاملا گوشه ها رو. من از این رنگ استفاده کردم که شما بتونید بافت رو خوب ببینید. خب به انتهای این قسمت که رسیدیم باید کار رو دوباره همونطور ادامه بدیم تا رج 11مون تموم بشه. ببینید 8 تا دونه زنجیره رو زدم، دونه های پاپکورنی ادامه میدم. همینطور که این کوسن داخل کار هست ما باید کار رو به هم وصل کنیم. 2 3 4 5 تا پایه بلند دونه پاپکورنی هست. میکشم این قسمت از کار. 1 2 تا زنجیره به پشت کارم با یه بست قسمت وسط 2 تا پاپکورن نخ رو از زیر میگیرم. ببینید میله رو قلاب رو میبرم داخل کار، نخ رو از پشت میگیرم و بست میزنم. 1 2
2 تا زنجیره. داخل این قسمت 2 تا پاپ کورن داشتیم. 1 2 3 4 5. دونه پاپ کورنمون رو کامل میکنیم. امیدوارم که بتونید خوب ببینین، چون یه مقدار کار سخت هست. گوسفند داخل کاره، باید کار رو به هم نزدیک کنیم با دست. 1 2 تا زنجیره. گفتیم توی این قسمت داریم رجمون رو کامل میکنیم، رج 11 رو، ولی قسمت بالا باید داخل همه خونه ها بست بزنیم. میریم این قسمت رو زدیم. قسمت بعدی بین دونه های پاپ کورنیمون یه بست. قلاب رو بردم داخل، نخ رو گرفتم و بست زدم. 1 2 تا زنجیره. میبینیم اینطوری کار داره به هم متصل میشه. 2 تا زنجیره. میریم قسمت پاپ کورنمون. اینجا رو رها میکنم. توی قسمت پاپ کورنمون دونه های پاپ کورن رو میزنیم. این سمت کار داره رج 11 رو ما کامل میکنیم. 1 2 3 4 5 تا پای بلند، دونه پاپ کورنی، 1 2 تا زنجیره. قسمت پشت کار باید بریم داخل خونه بعدی بست بزنیم. میبرم داخل، نخ رو روی کار نمیندازم، روی میل نمیندازم، میندازم پشت قلاب. میگیرم، بست میزنم. 1 2 تا زنجیره. داخل همین خونه دونه پاپ کنیم. همینطور ادامه میدیم کار رو. 2 3 4 5 تا پای بلند، دونه پاپ کورنمون رو جمع میکنیم. 1 2 تا زنجیره. موتیف پشت کار باید بریم توی خونه بعدی. بست رو میزنم. 1 2 2 تا زنجیره. این قسمت ببینید، این قسمت رو رها میکنم. اینجا که 3 تا پاپ کورن داشتیم، میریم داخل این قسمت. 1 دونه پاپ کورنمون رو میزنیم. 2 3 4 5. میکشیم دونه پاپ کورن رو. 1 2 تا زنجیره. باز به قسمت پشت کار خونه بعدی، ببینید به خونه بعدی بست میزنم. 1 2 تا زنجیره. کار رو میچرخونیم. من به این حالت میگیرم که شما راحت تر ببینید. 1 2 3 4 و 5. 5 تا پای بلند، دونه پاپ کورنمون رو میکشیم. 1 2 2 تا زنجیره.
این گوشه کار رو میبریم داخل. این کوسن دیگه داخل کارمون قرار میگیره و نمیشه که رویه رو ازش جدا کرد. 1 2 داخل این قسمت خونه بعدی. بست رو زدم. میریم توی پاپکورن بعدی. توی این قسمت 2 تا پاپکورن باید بزنیم. 1 2 یکم کار سنگین شده. 3 4 5. امیدوارم که بتونین کامل ببینید. این یه دونه پاپکورن. 1 2 2 تا زنجیره به قسمت خونه بعدی باید یه بست بزنم. 1 2 تا زنجیره برمیگردم. دومین پاپکورنم توی همین قسمت. 1 2 3 4 5 تا پایه بلند. دونه پاپکورنمون رو کامل میکنیم. 1 2 تا زنجیره پشت کار بست میزنیم توی خونه بعدی. 1 2 تا زنجیره برمیگردیم روی کار. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند. دونه پاپکورن رو میکشیم. 1 2 تا زنجیره به قسمت پشت کار یه بست میزنم. 1 2 تا زنجیره توی همین قسمت دونه پاپکورن. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند. دونه پاپکورن رو میکشم. 1 2 تو قسمت بعد یه بست میزنی. کاملا مشخصه که داره به هم وصل میشه. 1 2 2 تا زنجیره قسمت آخر دونه های پاپکورنی 2 تا باید این قسمت هم بخوره. این فضا رو من رها کردم. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند. دونه پاپکورن رو جمع میکنم. آخرین دونه هست. ببینید 1 2 تا زنجیره توی قسمت بعدی یه بست میزنم. 1 2 تا زنجیره دونه پاپکورن آخر. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند. دونه پاپکورن رو جمع میکنیم. ببینین الان این قسمت از کار 1 2 3
4 5 6 تا 6 تا برای رج آخر پاپکورنامون رو زدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا زنجیره داشتیم رو توی رج قبلمون برای قسمت آناناسی. توی آخرین خونه یه پایه کوتاه داشتیم. حالا باید به قسمت آناناسی پشت کارمون این دوتا رو به هم وصل کنیم با یه بست. این قسمت به این قسمت. نخ رو روی قلاب نمیندازم. قلابم رو یکم کار سخت هست ولی نخ رو شل میکنم. قلاب رو از داخل پایه کوتاه رد کردم. نخ رو میگیرم و یه بست میزنم. حالا کار رو میکشیم. محکم میکنم و 8 زنجیره آخر رو میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا زنجیره و به آخرین دونه پاپکورنمون بست میزنم. کار همینجا به پایان میرسه. یه بسته کوچیک. بعد این نخ رو با یک فندک میسوزونم و پشت کار مهار میکنم. این گوسن دوروی ما. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.